سلام، این جاودی جدیدمونه که ازش الان بهتون میگم چجوری استفاده میشه. یه دونه اودو اینجا رو میبینین به صورت پشت رو میذاریم اینجا. بعد که ما اون اودو گذاشتیم ازش از این گردش میریزه. ما یه چند تا دوب داریم و اود. من الان میخوام اودا و دوبامو بهتون نشون بدم. اینم آموزشش میدم. این اودو ما اینجوری میذاریم، بعد وقتی روشنش میکنیم از اینجا این گردش میریزه. این یه اودمونه که با بوی دارچین باشه فکر کنم. یه 2 تا از این دوبا با بوی دارچینه. اینم بوی دارچینه. بعد این با یه بوی دیگه که یادم نیست. اینم دوب بزرگمونه که با بوی سیب دارچینه. این با بوی سیب قرمزه. این با بوی تنه درختی که من بهش یه ذره حساسیت دارم، تا روشن میشه سرفم میگیره و اینو من استفاده نمیکنم. این اینجوری قرار میگیره. اینجا هم یه دونه از این بزرگای دیگه میتونید بذارید. بیاین با هم این اودا رو مرتب کنیم. من مرتبشون میکنم. وقتی که مرتب کردم براتون میگیرم فیلمش. دوب و جاش اینجا میرن. اودامون هم همینجا الان میذاریم توی کشم.